من داشتم از ظرفا میشستمه. اوه تو مگه قدت میرسه دایی؟ قامبله میزنن زیر پان که قدتون به سینگ برسه. قابلمه؟ به مامانو میگیده خفتون نده بگو سیریقه همه ظرفا شد. مگه چی شده دوباره؟ رفتیم یلدا خونه آمومینا، دختر آموم تازه نومزد کرده. میخواستم برن تو اتاق، زن آموم گفت سیریقه برو نگاهشون بکن. من رفتم اونجا، اونا گفتم برو بیرون میخوای نومزد بازی کنیم. گفتم منم میخوام بازی کنم. از اون گفت اگه بری بیرون برای عروسک میتونیم، ولی من نرفتم. خود اون زدم به خود دیدم دارن انده ماچ میکنن. بعد یهو دستش رفت تو یقش. من رفتم به زن آموم گفتم دومان میخواد عروس بزنه. نمیخواستن که بزنم ولی خب زن آموم اومد دوماد درک کردن. گفتم برو خونه تو. آخه بیچاره دوماد. مامانو از اون گفت خونت حلال سیقه بواد میسودونم. ای چه سفیده برو. دیگه که میادی پفک میدی من او لیوان چیتم میدی من که بزنمش. بفرم. چرا پفک رو اینجوری کردی؟ کجا میان نرمه میشه مثل لحمه قند. نگاه دایی همین کارا رو میکنی از دیشب تا سالی دیگه. جوی یلدا خیلی خوردم، انار اولنبو هم خوردم. دیتو رو با ما جعفر صادق مامانو بگو سریقه ظرفا شده که نداره تا. باشه بهش میگم. جایی بری که داشت میزدش. نمیزد. بری که دوماد داشت میزد، بری که دستش برده تو یقش. من میدونم میخواست ممش بگیره. آخ انار خوش دونه من پسته خندون